تمرین بعدی کشیدن اشکال هندسی مثل دایره، مثلث. همینجوری بر خودتون چند تا دایره بکشید، دایره های مختلف، برای اینه که دستتون فقط عادت کنه. میبینید از یکی تا 2 تا دایره بگذرد یا چند تا، دستتون صاف میشه توی کشیدن دایره. حالا موردی نداره. داخل دایره های کوچیکتر میشه کشید. تمرین برای عصب عضله دست که دستتون لرزشش بیاد پایین، که بتونید راحت تر با مداد کار کنید. داخل همین دایره های کوچولو بکشید، شروع کنید یه عالمه دایره کشیدن که دستتون عادت کنه به این کار. اینطور در ادامه مثلث بکشید، اشکال هندسی رو تمرین کنید دیگه، چیزای مختلف. حالا اینا به دل خواهه، یا مثلا میتونید پرسپکتیو کار کنید،